دوستای نازنین، بازم خوش آمدیم. امشب آمدیم دم یک خانه از تاج صاحبای بزرگ ولایت هرات که اینجا معرفی نمی کنیم. میریم به داخل خود منزل، با اونا هم کلام میشیم، خود اینا خود معرفی میکنم. از شما خواهشمندم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. برنامه شروع میشه. بله 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 بله. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان 30 روز میمانی ماند، رمضان 30 روز میمانی ماند. رمضان قوت ایمان مانه، رمضان قوت ایمان مانه. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان گفتیم تا مونده شدیم، رمضان گفتیم تا مونده شدیم. زیر ثابات شما پوده شدیم، زیر ثابات شما پوده شدیم. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. یا سوال یا جواب، یا سنگ پایمن، یا کوزی. برادرها کامره رو احتیاط کنه. بچه پس خزی. السلام علیکم. الله باشه. السلام علیکم. السلام علیکم. حاجی صاحب محترم، بخیریم. بیان که شما هم ترشیم برای بخیریم. جان شما جونه. بخیر هستین. خیلی خوش آمدید. سلامتیم. چطور هستی؟ نرجیم. بخیر هستین. سلام مونده نباشیم. مونده نباشیم. همه دوستا برادرام مونده نباشیم. بینندگان عزیز، در کنار جناب محترم حاجی عزت الله بشیری هستیم. دم خانه از اینا بسیار افتخار بخشیدم که امشب مهمون نوازی کنم. از شما خواهشمندم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. میریم که سعی کنیم به منطقه از اینا، به ولایت از اینا رسم رواج و عنعنات رمضانی بوده یا خیر. خیر باشه که ما نسبتا ما ترک کردم، مشکل نداره، همراه ما باشیم. خوش آمدید. قربان شما. خاکسار. دوستای خوب نازنین، در کنار جناب محترم حاجی صاحب عزت الله جان بشیری هستیم که یک انسان اخلاقی میمون نواز. در خدمت شما امشب هستیم. ما که حاجی صاحب معرفی بکردیم، ما اینکه خود شما خوش سوالا را آغاز کنیم. سلام احترام دارم خدمت شما بیننده های محترم برنامه شما. تا عباداتم قبول باشه. شما ممنون. امسال حاجی صاحب کمک که هوا سرد هم هست، شما مصروفیت شما اضافه، گرفتار زیادی. ماه مبارک رمضان هم تاثیر چیزی میکنه؟ به لطف پروردگار از زمانی که من یاد میدم در خانواده ما از سن سال 8 سالگی و 9 سالگی که بچه ها روزه میگرفتن، ما همچنین عادت شده. هیچ وقت ما احساس
خستگی، تشنگی، گرسنگی نکردیم. نام خدا. بسیار خوب. به فرار گپ بزنیم که رسم رواج مثل امشب رمزونی بوده، حمال هسته، میرم. در سالهایی که ما به ولایت فرا بودیم، مسئولیت ما چنانچه پیشتر گفتی از فرا هستیم، در ولسوالی ما اناردره یا قریه ما زیکن، بله رمضانی بود. بعد از نمازهای خفتن، از نماز خفتن که بیرون می شدیم همراه قبل آقا صاحب خداوند اموات ما و شما را بیامرزه، بیرون میشه یک تیم از بچه ها، هم صنفی هایی که روز درس میخواندیم اونجا به مسجد 3 تا 4 تا 5 تا یک جا میشدیم، باز میرفتیم در خانه ها، همون تا گفته ما شما جغ جلو کرده و سر صدا کرده، بازم رمضانی را میخواندیم. بعض جا یک آب سرد بالاخره نثار ما میشد، بعض جاها مثل که این شب کجرجان یکم ذره چیزم بود، مریض بود، نه گفتن احتیاط کنیم، پای درد میکرد ولی آب ریختن به چار اینا، ولی ما میرفتیم و بعض جاها را دستپور برمیگشتیم، یک چیز رمضانی میداد، یک پیشواب عناب، کشمش نخوت، بعض جا هم دیگه اون سطلا به نثار ما میکردن ولی ها بودن. خب او وقت اجازه داشتیم چون بیشتر والده و اجیابین اجازه نمیدادن. طبق معمول بیشتر اشاره کردم که از مسجد که بیرون میشدیم تا قبلگاه سبینا به خانه میرسیدن، ما اقتداد بچه ها بازن خبر میشدن به میز خالیگاه مسجد تا خانه ما کار خور انجام میدادیم، بالاخره رمضانی را میخواد. خب صبح دیگه شبیه خب 100%. خب بخوای نخوای باز مادر پشتمان ما بود، باز حمایت میکردن دیگه، باز حل میشد مثلا از یه چیز. عزیز صاحب چند ساله اید؟ بگیم تقریبا شاید 40 42 44 بریم سن سال باشیم. ما و شما هم سندیم، ما پیر شدم، شما نام خدا تر و تازه بماندیم دیگه. به هر حال رنجای زندگی ما و شما همه یک نوع همزمان پیر ساختن، وگرنه ما و شما نظام جوان است. دقیق. چند روز میشه یا چند ماه میشه به فرا نرفتیم؟ ما دیگه بعد از 30 سال 28 سال که آمده بودیم نرفته بودیم و الحمدلله می به این مدتی که راه ها و مسیرها اینا امنیت شدن، در این سال پیش رو 2 3 4 بار رفتیم فرا رفتیم. 3 4 بار رفتیم. بسیار خوب. اگر شما چون بیشتر تاجر صاحبا به سمت کشورها خارج زیاد سفر میکنن، بیشتر شما فوکس شما به کدوم کشور بیشتر دوست داریم؟ یا بابت معامله، بابت کاروبار، یا بابت چکری؟ به کدوم کشور بیشتر آزادتریم، راحت‌تریم؟ من یک سوال خوب به موقعی کردین. میخوایم در این ماه مبارک رمضان قبل از اینکه مایی رو برات بگویم که خداوند طاعت عبادات همه را قبول کنن و دعاهای ما و شما را مستجاب کنن و ناامنی فعلی که ما و شما با کشور خود به افغانستان داریم، خداوند متعال دست ظالما را کوتاه کنن و کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران که زیر بمباردمان ظالمان از خدا بیخبر و کردلانی هستند که قلدری میکنن و بر از اونا دعا میکنیم که خداوند متعال روزای سخت سر از اونا سر همه مسلمان ها آسان کنن. و ما بیشتر به این منطقه بزنس و تجارت محدودی که دارم به کشور جمهوری اسلامی ایران است و علاقه من اینجا است، دوست دارم، میگم البته نظر دل خودم است، همیشه گفتیم ترجیح دادیم که پول مسلمان به جیب مسلمان. یک کشوری که در کنار ماست، نیمه‌های شب به روزای سخت به درد ما خوردن، بزنس و تجارت خودم شخص با ایران دوست دارم. نام خدا بسیار مملکت بسیار خوب و برابر تمیزی، هم زبان ما و شما مردم بسیار. من خود 14-15 دفعه سفر کردم به ایران، کل ایران بلدم. بسیار خوب، خداوند شما را عزت بده. صحبت از بالید رمزونی حاجی صاحب ورگش برای صحبت های شخصی، کارهای شخصی.
گفتیم میریم به رمزونی. بیننده ها ما خوش دارم، میگم که به هر خانه که شما میریم ما صدای شیرین او بزرگوارایی که به منزل از اونا شما رمزونی میخونیم، بعد صدا از اونا رو بشنویم. همون وقت فکر کنیم فرا رسیده سند 15 ساله 14 ساله هستیم و خودی دوستا ما فکر کنیم دوستا همون زمان قدیمیم. انال ما این شما سر گروپ استاد کنیم که شما شروع کنیم ما خود شما جواب این بشیم. کجیر به جای ما کجیری جانفشانی میکنه اندوال از رفیق هست. او رجی صاحب اگه شروع کنه شاید شما برقرار خاموش کنه. نه خب بس من وکیل از طرف منه چون نمی اندوال مست کجیر متوجه شده خوی خاصیت اخلاق برام میفهمه از طرف ما کجیر صحیح. خب پس ایت کار میکنیم کجیره. خب پس ایت کار میکنیم ما شروع میکنیم شما من زمزمه خود بکنیم. چرا نه حتما حتما بله 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 بله. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. الله خاله تو گم میکنی، الله خاله تو گم میکنی، طبقای چینی گندم میکنی، طبقای چینی گندم میکنی. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان 30 روز میمانی ماند، رمضان 30 روز میمانی ماند، رمضان قوت ایمان ماند، رمضان قوت ایمان ماند. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. بازم دوستا خوش آمدین. خدا کنه تا این لحظه از برنامه خسته نشده باشیم، انشالله لذت برده باشیم. خصوصا شما دوستایی که به کشورهای خارج هستیم. برنامه ما جهانیه که تمام دنیا مشاهده میکنم. همونجا هم یک سفره سبز داشته باشیم، همیشه شاد باشیم، همیشه گلای لبخند بر لبان شما شکوفا ساخته شده باشه. بسیار تشکر حاجی صاحب محترم. چند شو دیگه انشالله به عید بمونده ایر بگین که به کدو کشور فامیل دارین که شما را عمالی میبینم. یک سلامی هم اگه دوستای هم صنفی های ما یک بار دیگه هم حضور شما را به خانه خود شما خوش آمدید میگم. سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و بیننده های عزیز و عزیزای ما که به هر جای دنیا که امروز دیگه افغان ها میفهمین که دیگه آمونطور یک طور بگیم که از هم دور هستند دیگه فامیلا هستن، خواهرزاده و بچه کاکا و دیگه عزیزای دل ما همه برادرای ما هستن دیگه. هر کجایی که هستن ما سلام ادب احترام دارم بر همگی. طاعت عبادات همگی قبول حق باشد و انشالله که یک روز به وطن انشالله که همگی در کنار همدیگه را باز با غوش بگیریم و کنار هم باشیم، با مسیرهای دور انشالله با هم باشیم. انشالله که رمضانی ها را بریم، عیدا را بریم، افطاری ها را با هم باشیم. انشالله همگی سلامت باشیم، زنده باشیم. بینندای عزیز چند شو تقریبا 10 شو الی 11 شو دیگه به عید مونده. ما و حاجی صاحب پیش از پیش عید سعید فطر به تمام مسلمین جهان به هر جایی که ما بیننده هم و بیننده نیم برای اینا تبریک عرض میکنیم. با عزت باشیم. قربان شما. تشکر دیگه. بیشتر وقت حاجی لالا رو هم نمیگیریم به خاطر از اینکه اینا 100% مصروفیت دارم و شاید استراحت کنم و شاید میمون بزینا بیامده باشه یا بیایم از این به بعد. بینندای عزیز تا به فردا شب شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. وقت زیبای شما بخیر باشه، با عزت باشیم. خدا نگهدار شما. خیلی خوب.